سلام دوستان، به کانالمون خوش اومدین. هر کشور و سرزمین قصه ها و افسانه هایی داره که سینه به سینه به نسل دیگه منتقل میکنه. گاهن ممکنه این قصه ها از یک کشور به کشور دیگه منتقل شه. امروز قراره به کشورهای مختلف سفر کنیم و با افسانه های اونا آشنا شیم. پس با من تو این سفر همراه باشید. تو روستای کوچیکی به اسم میازاوا زمستونا همیشه طولانی و سخت بوده. پیرمردای روستا شبا کنار آتیش میشستن و یه داستان از یه زن که سفیدتر از برف، زیباتر از ماه ولی سردتر از مرگه رو تعریف میکردن. داستان از اونجا شروع میشه که توی شب طوفانی یه پسر جوون 17 ساله به اسم تاکرو به همراه پدرش برای جمع کردن هیزم به جنگل نزدیک روستاشون رفته بودن. اما طوفان شدتش میره بالا و این پدر و پسر راه بازگشتشون رو گم میکنن. هوا اونقدر سرد شده بود که نفسشون مثل بلور از دهنشون بیرون میزد. تاکرو که از این اوضاع ناامید شده بود به پدرش میگه که اگه همینجوری بمونیم حتما یخ میزنیم. پدرش هم میگه که بهتره یه پناهگاه پیدا کنیم تا از شدت طوفان کم شه، بعد به روستا برمیگردیم. پس دنبال یه پناهگاه میگردن و بالاخره یه کلبه چوبی قدیمی که سالها خالی مونده بود و پیدا میکنن. میرن توش شمی روشن میکنن و کنار هم میشینن، اما سرما حتی از سوراخ‌های دیوار به داخل کلبه میومد. اونا کم کم تو اون حالت خوابشون میبره. تو نیمه های شب تاکرو از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که یه صدایی از بیرون کلبهشون میاد. صدای قدم زدن روی برف. تاکرو هیچ ایده ای نداشت که کی میتونه این وقت شب بیرون کلبهشون باشه. که یهو در کلبه باز میشه و باد به شدت سردی به داخل کلبه میوزه و یه زن تو چارچوب در ظاهر میشه. این زن قد بلند، لاغر، با موهای بلند سیاه و پوستی سفید مثل برف و چشمان آبی کمرنگ داشت. و تو اون طوفان یه لباس نازک و بلند پوشیده بود. تاکرو و پدرش که از دیدن این زن، اونم تو این طوفان و به دور از روستا خشکشون زده بود، کوچکترین حرکتی نمیتونستن به خودشون بدن. انگار که میخکوب شده بودن به زمین. بعد آروم به سمت پدر تاکرو میره و تو گوش پدرش میگه که تو امشب رو قرار نیست تاب بیاری. بعد گفتن این جمله پدر تاکرو نفسش بند میاد و چشماشو میبنده. تاکرو که از دیدن این صحنه خیلی ترسیده بود داد میزنه و میگه چی کار کردی با پدرم؟ یوکی به تاکرو نگاه میکنه و بهش میگه من قصد کشتن تو رو ندارم و دستش رو روی گونه تاکرو میذاره. تاکرو متوجه میشه که دست زن مثل بدن جسد خیلی سرده. یوکی به تاکرو میگه که تو قرار زنده بمونی، اما چیزی رو که دیدی نباید برای کسی تعریف کنی. بعد آروم به سمت پدر تاکرو میره و تو گوش پدرش میگه که تو امشب رو قرار نیست تاب بیاری. بعد گفتن این جمله پدر تاکرو نفسش بند میاد و چشماشو میبنده. تاکرو که از دیدن این صحنه خیلی ترسیده بود داد میزنه و میگه چی کار کردی با پدرم؟ یوکی به تاکرو نگاه میکنه و بهش میگه من قصد کشتن تو رو ندارم و دستش رو روی گونه تاکرو میذاره. تاکرو متوجه میشه که دست زن مثل بدن جسد خیلی سرده. یوکی به تاکرو میگه که تو قرار زنده بمونی، اما چیزی رو که دیدی نباید برای کسی تعریف کنی. زن اینو به تاکرو میگه و با باد شدیدی که کلبه رو پر میکنه ناپدید میشه و تاکرو با جسد پدرش تو کلبه تنها میمونه. تاکرو صبح زود وقتی که طوفان قطع میشه به روستا برمیگرده و ماجرا رو اینجوری تعریف میکنه که پدرش به خاطر سرمازدگی جونش رو از دست داده. هیچ کس هم به حرف تاکرو شک نمیکنه. ماها میگذره و تاکرو کم کم بزرگ میشه و برای خودش کار میکنه و زندگی خودش رو میسازه تا اینکه یه روز تو بازار روستا یه دختری رو میبینه. دختری که تازه به روستاشون اومده بود و از قضا اسمش یوکی بود. یوکی پوستی روشن، صورتی آروم و رفتاری دلنشین داشت. تاکرو با دیدن این دختر یک دل نه صد دل عاشق اون میشه و عجیب این که دخترم از تاکرو خوشش میاد. اونا با هم ازدواج میکنن و زندگی خوبی با هم داشتن. که شب سرد زمستونی تاکرو کنار آتیش نشسته بود و یوکی لباسای بچه‌شون رو تا میکرد. بیرون باد شدیدی میوزید و تاکرو رو یاد اون شب وحشتناک مینداخت.
تاکرو با خودش گفت چند سالیه که از اون اتفاق گذشته، پس دیگه خطری نداره و بهتر این اتفاق رو با زنم در میون بذارم تا بلکه یکم از عذاب وجدانم کم بشه. پس تاکرو رو به یوکی میکنه و میگه من سالها پیش مرگ پدرم رو به چشم خودم دیدم. اون از سرمازدگی نمرده، بلکه روح یه زن سفید پدرم رو کشته. تو همین لحظه یوکی از حرکت میایسته. آتیش کم نور میشه و در خونه با باد شدیدی باز میشه. تاکرو از جاش پا میشه که در رو ببنده، ولی وقتی به طرف یوکی نگاه میکنه اثری از یوکی نمیبینه، بلکه همون زن چند سال پیش رو جای زنش میبینه با همون چهره بیروح. تاکرو با دیدن این صحنه وحشت میکنه و چند قدمی عقب میره. یوکی بالاخره به حرف میاد و میگه که تو قولتو شکستی. تاکرو با صدای لرزون میگه یوکی تو همون زنی؟ چرا این کارو با من کردی؟ من که عاشقت بودم. زن برفی تو جواب تاکرو میگه تو اگه عاشقم بودی قولمون رو نمیشکستی. یوکی نگاهی به بچهشون میکنه و میگه که من نمیتونم پدر بچه‌مو بکشم و این آخرین باریه که منو میبینی، ولی اگه دوباره این رازو به کسی دیگه ای بگی دوباره برمیگردم و جونتو میگیرم. همینو میگه و یهو ناپدید میشه، انگار که از همون اول وجود نداشته.